سلام، من مهتاب قصه گو هستم و به کانال من خوش آمدید. امروز میخوام یه رمان بهتون معرفی کنم با یک پایان خیلی خفن. نور لامپ‌های مهتابی سقف روی پیرزنی افتاده بود که داشت به سمت بچه‌ای میرفت که در کالسکه‌ای خاکستری بود. آه، داره میخنده. مغازه‌دار، زن جوانتری که کنار پنجره رو به صندوق نشسته بود و حسابهایش را بررسی میکرد، با اعتراض گفت: پسر من میخنده؟ نه خیر خانم، فقط داره شکلک در میاره. آخه چه دلیلی داره تو این دنیای نکبت لبخند بزنه؟ بعد دوباره سر حساب و کتابش برگشت. ولی پیرزن همچنان دور کالسکه بچه میچرخید. قدم‌های ناشیانه و عصایش او را مضحک جلوه میداد. چشمانش آب مروارید داشت، ولی آن چشم‌های تیره و غمگین و مرده‌وار به آنچه دیده بود یقین داشتند. ولی انگاری داشت میخندید. مادر بچه که روی پیشخوان خم شده بود گفت: من که شاخ در میارم اگه همچین چیزی ببینم. سابقه نداشته تو خانواده تواچ کسی لبخند بزنه. زن گردنش را که مثل گردن قاز بود بالا کشید و داد زد: میشیما، بیا اینجا یه دقیقه. دریچه کف مغازه دهان باز کرد و کله تاسی بیرون پرید. چی شده؟ میشیما تواچ که یک کیسه سیمان دستش بود از انبار زیرزمین بیرون آمد و کیسه را روی کف موزاییک مغازه گذاشت. این مشتری ادعا میکنه آلن خندیده. لوکریس، داری درباره چی حرف میزنی؟ گرد و خاک آستینش را تکاند و قبل از اینکه نظری بدهد یک سمت بچه رفت. و نگاه مشکوکی به او انداخت. در حالی که دستانش را جلوی دهانش تکان میداد گفت: باید خسته باشی که قیافش اونجوری به نظر رسیده. آدم گاهی این حالت را با خنده اشتباه میگیره. فقط یه شکلک بوده. سپس سقف کالسکه را کشید و برای پیرزن توضیح داد: ببینید، اگه گوشه دهنش رو هم به سمت چونش بکشم باز هم نمیخنده. قیافش مثل قیافه فلاکتبار برادر و خواهرش موقع تولدشه. داستان در زمان و مکانی نامشخص اتفاق می افتد. دوره آخر زمانی که انسان‌ها بسیاری از منابع طبیعی را نابود کردند. زمانی که دیگر گلی نیست و هوا بسیار آلوده است. خودکشی عادی و شادی غیر عادی است. مردم افسرده برای پایان دادن به عذاب زندگیشان به مغازه خودکشی می آیند و خانواده تواچ صاحبان مغازه تمام تلاششان را در خدمتگزاری به مشتریان خود صرف می کنند. امور بر وفق مراد خانواده تواچ می گذرد تا اینکه آلن به دنیا می آید و همه چیز تغییر می کند. آلن برعکس اهالی شهر پر از امید و شور زندگی است. عاشق خنداندن دیگران است.
شوخ و دل زنده است و نظم و قوانین غمزده مغازه و مدرسه و شهر را برهم میزند. میشیما و لوکریس تواچ به جز آلن 2 فرزند دیگر هم دارند. خوندن این کتاب جذاب را اصلا از دست ندید. به زودی براتون یه ویدیو میذارم که داخل اون ویدیو پایان کتاب مغازه خودکشی رو نقد کردم. حتما اون ویدیو رو هم تماشا کنین. مرسی که تا این لحظه همراه من بودین. دوستتون دارم.